انداختم بهم احساس میکنم بگم میتونستم خوشحال باشم ولی پا نداره پا نداره. اوکی من رفتم تو به آقای گفتم که این پا نداشت دیگه خیلی خوشم تو میشه نیک باشی کارش من تو نیک باش تو اگه خانم بازی باشی من هیچ مشکلی ندارم مگر اینکه تو هم پا نداشته باشی یا مثلا اون کله نداری خانم بازی هم بودی اشکال نداره فقط سالم باش ببخشید خانم بازی بودن نیکه بانی اصلا مهم نیست فقط سالم باشه جای باز کردن داره ولی هیچ فایده ای نداره اصلا باز نمیشه برم این مادری بازش کنم باشو خدایی این هم اگه ناسالم باشه من روم نمیشه برام با آقا بگم یکی دیگه برم بده من با آقا نگفتم و اینو اینه کشون نمیاد دو چشش چقدر گذاشتی چقدر خوش شد خودی من خوار و مادر شانس نیستم کراواتش با هم کیفیتش خیلی آشکاله ولی نیشه من بسش کنم بکیدم به نظرتون اگه کراواتش رو اتو کنم میسوزه؟